امروز 17 سالم شد. میخوام برم پیش مامانم. اگه نتونم برم بعد تا آخر عمر بمونم اینجا و کلفتی کنم. ولی اون ازم خیلی دوره. ترس هامو دیو درست میکنم به شکل مجسمه. درد هامو میکشم به شکل دلغک. از دلتنگیام به ماه میگم و با روباه مشورت میکنم. ماجرای غیر قانونی که تو اقیانوس غرق میشن، موقع غرق شدن به چی فکر میکنن؟ رویاهاشون کجا میره؟